و شر الامور محدثاتها، و بدترین امور بدعت ها که از خود ساختند، نه در کتاب خدا آمده و نه در سنت پیغمبر آمده، نه در فقه اسلامی آمده، نه اجماع تایید می کند آن را، نه فقه اسلامی تایید می کند آن را، آن بدعت هست. و شر الامور محدثاتها و کل محدث بدعه، و هر چیز خود ساخته بدعت است. و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است. و در روایت دیگر آمده و کل ضلالت فی النار، هر گمراه در جهنم می رود. کل ضلالت فی النار، هر گمراه به جهنم میره، جهنمیه. الله نجات بده. بدعتی خرافی گمراه است و هر گمراه به جهنم میره. بدعت آن را میگویند که عملی را انجام میدهد کسی که نه در کتاب خدا آمده، نه در سنت رسول الله آمده، و نه در قول و عمل صحابه آمده است، و نه فقها آن را بیان کردند و گفته فقها از کتاب و سنت است. از سر خود کسی چیزی را در دین اضافه بکند یا کم بکند، آن بدعت است. و بدعی و خرافی گمراه است. و گمراه همینه که در قرآن در سوره فاتحه میخوانید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ضالین گمراه هم. الله ما را به راه منعم علیهم ببر که منعم علیهم نه مغضوب علیهم هستند و نه گمراه هستند.